باید با باد تستش کنیم یا با روغن؟ کدومش درسته؟ این قطعه شفت ورودی گیربکس اتوماتیک آیل فوره که خیلی مهمه. خیلی از عیب‌ها به خاطر این شفت به وجود میاد. داخلش صفحه کلاج E1، بیرونش هم صفحه کلاج E2. تو حین مونتاژ باید این صفحه کلاج تست بشه. اکثر تعمیرکارا میان با باد چک میکنن، در صورتی که اشتباهه. ممکنه صفحه کلاج تکون بده، بیاره بالا به هم بچسبن، ولی میزان نشتیشو نمیتونی حس کنی. بهترین تست چیه؟ با روغن. چجوری؟ یه دونه این سوراخ برای کلاج E1، یه دونه هم این سوراخ برای کلاج E2 که روغن گیربکس از این قسمت وارد پیستونا میشه. ما کلاج E1 رو به عنوان نمونه با هم تست میکنیم. این سرنگ رو پر روغن گیربکس اتوماتیک میکنیم. نگاه کنید، من فشار که میدم، میبینید با فشار من اون صفحه میچسبن به هم. بعد فشار بدم نگه دارم. سرنگ یا صفحه نباید خالی کنه، نباید بره پایین. اگه بره پایین سرنگ یعنی چی؟ یعنی یه جای کار میلنگه، یه جایی نشتی داریم. کجا؟ از این ناحیه رینگای مربعی شکل تفلونی یا کربنی، یا اینکه خود پیستون کلاجا از داخل، یعنی پیستون E1 و پیستون E2 نشتی داره، یعنی خراب و روغن از کناراش نشتی پیدا میکنه. از جاهای دیگه هم میتونیم نشتی روغن داشته باشیم. وقتی این شفت رو کامل دمونتاژ میکنی، روی دیواره مرکزیش اگر خط و خش داشته باشه، از اون ناحیه هم میتونه روغن نشتی پیدا کنه. توی خودرو چه اتفاقی میفته؟ بین تعویض دنده ها گاز هرز داریم یا اصطلاحاً اسلیپ داریم و گاهی اوقات هم گیربکس دنده رو با تقه عوض میکنه. کلی نکته خاص و کاربردی در مورد همین شفت ورودی وجود داره که همه تعمیرکارا باید بلد باشن، که ما همه اینا رو تو دوره گیربکس اتوماتیک آیل فور بهتون آموزش دادیم. اگه میخوای بخشای از این دوره رو رایگان مشاهده کنی، کلمه رایگان رو این زیر کامنت کن.